ابتدا بر نام حی لا یزال، ابتدا بر نام حی لا یزال، صانع اشیاء و ابداع جلال، صانع اشیاء و ابداع جلال. اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. صدق الله العظیم. سروران عزیز، بحث و موضوعی که من میخواهم در ارتباط آن صحبت داشته باشم، آن بسیار یک موضوع دلچسب و دلنشین میبوده باشد. آن عبارت از حقوق والدین میباشد. برادران عزیز، آیا وظیفه ما تنها به این که برای مادر و پدر سخنان زشت و سخنان ناسزا و سخنانی که سبب اختناق ایشان میشود نگوییم، وظیفه ما پایان می‌یابد؟ نخیر، بلکه الله سبحانه و تعالی می‌فرماید وقل لهما قولا کریما. با زبان شیرین، با سخنان بسیار زیبا با همراه والدینتان صحبت بکنید. آیا بعد از این وظیفه ما و حق مادر بر بالای ما ادا می شود؟ نخیر، الله سبحانه و تعالی باز می فرماید که واخفض لهما جناح الذل من الرحمه. بالهای تواضع، بالهای فروتنی را بر روی پدر و مادر فرود آور و در مقابلشان فروتن و عاجز باش. بعد از این که ما در مقابل پدر و مادر عاجز و فروتن بودیم، آیا حق ایشان ادا می شود؟ نخیر، باز الله سبحانه و تعالی می فرماید که در حق ایشان دعا بکنید. وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. بار الها، پروردگارا، همانطوری که پدر و مادر ما را بزرگ کردن و رنج کشیدن، بار الها پروردگارا خودت بر آنان مهربان باش. پس ای جوان مسلمان، اگر میخواهی که در دنیا و در آخرت کامیاب بشوی، اگر میخواهی که دروازه جنت را بوسه بزنی، اگر میخواهی که با چشمان خود نعمتهای جنت پروردگار را مشاهده بکنی، پس کمرت را خم بکن، دست پای پدر و مادر را بوسه بزن. سروران عزیز، الله سبحانه و تعالی برای متکلم و سامع توفیق عمل نصیب بکند. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.